سلام، به برنامه تفسیر خبر امروز خوش آمدید. بنا به کسالت همکارم کامیار بهرنگ، امروز رو من بردیا جلالی در خدمت شما و با برنامه تفسیر خبر همراه خواهم بود. در روزهای گذشته خبری مبنی بر سقوط یک فروند هواپیمای جنگنده نظامی در ایران منتشر شد. خبری که رسانه‌های داخلی ایران پس از انتشار خبر در رسانه‌های چون بخش خبری تلویزیون رها در روز دوشنبه اشاره سریع و گذرا به این مهم داشتند. امروز در مصاحبه با افسر خلبان بهزاد معصومی این خبر و حاشیه‌های اون و همچنین در ادامه بحث پیشین به بخشی از مشکلات نظامیان و ارتشیان در ایران خواهیم پرداخت. آقای معصومی سلام، به برنامه ما خوش آمدید. میخواستم ازتون خواهش کنم یک شرحی به ما از وقوع این حادثه بدید و نگاهی جامع هم به طور کلی به موضوع سوانح در سالهای اخیر داشته باشید. خواهش میکنم. با سلام و درود خدمت شما و همه بینندگان عزیز. در مورد سوالی که فرمودید در رابطه با آمار سوانح و اتفاقات هوایی که تو این چند سال اتفاق افتاده و تو این چند هفته اخیر، من مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم و در نهایت یک جمع‌بندی خواهیم داشت. در هفته گذشته 1 اردیبهشت ماه، همونطور که اطلاع دارید 21 آوریل، یک فروند هواپیمای F5 نیروی هوایی در استان ایلانبکو فیلمان از نزدیکی شهرستان آبادان برخورد کرد و منهدم شد. این هواپیما از پایگاه 4 شکاری دسفول پرواز کرده بود و تو این حادثه جان 2 تا از خلبان‌های ما گرفته شد به نام سرهنگ خلبان حسین طاهان نظیف و سلطان مسعود حبیب نژاد. متاسفانه یک شنبه 8 اردیبهشت ماه 28 آوریل مجددا از همون پایگاه دسفول ما شاهد بودیم که یک فروند هواپیمای شکاری ارتش F5 در حوالی چمگلک بعد از پرواز از هواپیمای شهرستان اندیمش سقوط کرد و باز هم منحدر شد. البته این بار خلبان جان سالم به در برد، ایجاد کرد و تا اونجا که ما اطلاع داریم از ناحیه کمر آسیب دیده و در بیمارستان هستش. مسئله سانحه هوایی پس از انقلاب اسلامی فقط مختص هواپیمای نظامی نبوده، بلکه هواپیمای نظامی و غیر نظامی هر دو به دفعات در ایران پس از انقلاب اسلامی دچار سانحه شدند. ما سوانح رو اگر بخوایم بررسی بکنیم در مورد هواپیمای شکاری در سال 1390 ژانویه 2012 یک فروند هواپیمای شکاری F4 از پایگاه بندر عباس که پرواز کرده بود سقوط میکنه. خلبان‌های اون کشته میشن به نام سرهنگ خلبان سعید اصغری، سروان خلبان رضا فانی. همینطور در سال 90 باز هم یک فروند هواپیمای F14 داشتیم که در خلیج فارس سقوط کرد. خدمت شما عرض کنم که در 19 شهریور 90 یک فروند هواپیمای F5 رو داشتیم که در تبریز سقوط کرد. در سال 1388 مجددا یک فروند هواپیمای F14 داشتیم که در پایگاه اصفهان به هنگام لندینگ سقوط کرد. خلبان‌های اون آقای نادری بودش و جناب سرهنگ ابوعطا که هر دو کشته شدن. خدمتتون عرض کنم در سال 88 یک فروند ایلیوشین 76 داشتیم که شبیه به وکس بود، تمام سیستم‌های راداری رو داشت، بسیار هواپیمای مجهزی بود که اون هم در اطراف ورامین سقوط کرد. در سال 89 یک فروند هواپیمای F4 از پایگاه بوشهر مجددا سقوط کرد. البته این بار خلبان‌ها نجات پیدا کردن. این آمار سوانح بسیار بالا هستش و ما در این رابطه میتونیم صحبت‌های بسیاری داشته باشیم. ساعت‌ها میشه در این رابطه صحبت کرد. ما به هر شکل خلاصه میکنیم، یک جمع‌بندی خواهیم داشت. خدمتتون عرض کنم بر اساس آمار شبکه ایمنی هوانوردی ایران تا سال 1390 حدود 1530 سانحه هوایی در ایران رخ داد. ما میتونیم از این تعداد 40 حادثه هوایی از سال 1944 میلادی تا وقوع انقلاب در سال 1357 یا همون 1979 میلادی ثبت شده.
بعد از انقلاب 57 تا زمان انتشار گزارش شبکه ملی هوانوردی ایران تا سال 1390 مجموعاً 1490 مورد صحنه هوایی ما در ایران داشتیم. کلاً در طی این سالها ما 70 سانحه مرگبار داشتیم. در سال 57 تا سال 1390 بیش از 1400 نفر در این سوانح جان خودشون از دست دادن. بزرگترین سانحه نظامی در دنیا میشه گفت در بین سال 1998 تا 2004 میلادی در ایران رخ داد که همون سقوط هواپیمای نظامی در کرمان بود و 272 کشته، حدودا 276 کشته اونجوری که من به خاطر دارم. بزرگترین حادثه هواپیمایی مسافر بری ایران هم که همون حادثه سقوط هواپیمای ایرباس 300 بود، پرواز شماره 655 ایران ایر که وسیله ناو جنگی وینسنت امریکا در خلیج فارس بود که تمامی 290 سرنشین کشته شدن. این حادثه هشتمین حادثه بزرگ هوایی دنیا از نظر تعداد مسافرها بود. مجموعاً چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب 1700 نفر در این سوانح هوایی کشته شدن. خیلی دوست دارم که توجه شما رو به نکته جلب کنم که پیش از انقلاب از سال 1322 که شبکه هوایی در ایران شکل گرفت تا سال 1357 که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، یعنی تقریبا حدود 35 سال، مجموعاً 300 نفر در سوانح هوایی جان خودشون از دست دادن. ولی از سال 1357 بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی تا سال 1390 که آمار اون موجود هستش، به مدت 33 سال سوانح هوایی 1400 قربانی گرفت. حالا شما خودتون مقایسه‌ای بکنید متوجه میشید که این آمار سرسام‌آور هستش. با بررسی این آمار ما میتونیم یه نتیجه بگیریم، اونم اینه که عوامل متعددی که بعد انقلاب در ایران صنعت هواپیمایی نظامی و غیر نظامی ما رو به شدت ناامن کرده. حتی باید توجه داشت که وقوع جنگ 8 ساله هم بین ایران و عراق در افزایش این آمار سوانح هوایی نظامی در ایران تاثیر مهمی داشت. اما به شکل عوامل دیگه هم ما در این مورد اهمیتی دارن، از جمله اول اینکه عدم دسترسی به قطعات و سرویس‌های استاندارد هوایی میتونیم رو مطرح بکنیم برای انجام واقعا مهم و تعمیر نگهداری هواپیما که متاسفانه در ایران پس از انقلاب به علت سیاست‌های خصمانه مسئولین نظام با جامعه جهانی از تامین این قطعات و این سرویس‌های استاندارد هوایی ما فاصله گرفتیم و توسط جامعه جهانی محروم شدیم، چون قطعات و سیستم‌های هوانوردی همونطور که می‌دونید جزء مسائل استراتژیک دنیاست و جامعه جهانی برای حفظ امنیت خودش هم که شده روی اینا حساس هستش. پس میتونیم بگیم خب طبیعیه که اونو به راحتی در اختیار حکومتی که رسما گروگانگیری میکنه و نمیتونه این کار رو انجام بده، نمیتونه در اختیار این گونه حکومت‌ها این قطعات قرار بگیرن. عامل دوم رو ما میتونیم که بسیار موثر هستش در این وضعیت آشفته عدم مدیریت صحیح در ناوگان هوایی غیر نظامی و نظامی ایران میتونیم مطرح کنیم که در واقع این عدم مدیریت صحیح مربوط به رده‌های بالای مدیریت هستش، در واقع همون رده‌های فرماندهیه. باز هم میتونیم بگیم در ایران پس از انقلاب اسلامی. ولی در بدنه ناوگان هوایی غیر نظامی ایران و نظامی متخصصانی هستن، افسرانی که اصلا واقعا شایسته‌ای داریم که واقعا با مسئولیت تمام، با پذیرش خطر جانی برای خودشون و استفاده میتونیم بگیم با غیرت کاری، حس وطن پرستی، هوش ذاتی که داشتن تا این لحظه سیستم‌های تعمیر و نگهداری بخش پروازی رو عملیاتی نگه داشتن. این با غیرت خودشون بوده، با تلاش شبانه روزی که داشتن و این جای قدردانی داره. حتی خود من همین مسئله رو با چشم خودم از نزدیک لمس کردم، شاهد این قضیه بودم که چطور زحمت میکشن و خودم هم که اونی که از خلبان ها
این مسائل رو با چشم می‌دیدیم، تلاش شبانه‌روزی پرسنل زحمتکش نیروی هوایی رو می‌دیدیم در بخش تکنسین، در همه قسمت‌ها در واقع، حالا در بخش بالایی، در بخش فرماندهی سطح بالا. حالا خب این قضیه متفاوت هستش، ولی بقیه پرسنل واقعا شبانه روز زحمت میکشن تا بتونن مثلا تو بخش تعمیر و نگهداری، حتی بخش پروازی و بین خود خلبان ها بتونن عملیاتی نگه دارن هواپیماها رو. ولی متاسفانه با همه این ایثارگری ها، همه این تلاش هایی که میکنن درسته لازمه، ولی خب کافی نیستش و این تلاش ها آمار سوانح رو از اون چی که باید باشه پایین تر آورده، ولی کافی نیست. در این که ما باید برای عملیاتی بودن یک هواپیما باید تمام استانداردها رعایت بشه. یعنی که وقتی قطعات نیستش، بخش تعمیر و نگهداری هواپیما خب میتونه یک سری قطعات رو در قسمت جهاد خودکفایی اقدام کردن، شروع کردن به ساختن، ولی خب از اون کیفیت استاندارد برخوردار نیست. حالا بعضی وقتا قطعات خوب کار میکنه و خیلی وقتا خب قطعه وقتی خوب کار نکنه هواپیما دچار نقص فنی میشه و در نهایت ما سانحه خواهیم داشت. اینکه ما این مسائل رو باید در نظر بگیریم، اینها بسیار مهم هستش. بحث تحریم بسیار مهم هستش. این تحریم های اقتصادی رو باید در نظر بگیریم. به دلیل سیاست غلط جمهوری اسلامی این تحریم ها برای ما در نظر گرفته شد و ما دچار تلفات سنگینی شدیم. خسارات سنگینی به نیروی هوایی وارد شد. خدمتتون عرض کنم که نکته سوم که این هم میتونه یکی از عوامل باشه، دخالت بیمارد نیروهای غیر متخصص هستش در بخش اطلاعات و امنیت. این موضوع وجود داره که بچه‌های غیر متخصص اطلاعاتی و امنیتی در اون ارتش بسیار از مواقع برای رسیدن به اهدافی که دارن برای مطامع امنیتی و اطلاعاتی خودشون درخواست مأموریت غیر استانداردی وجود داره و اینه که این درخواست به اصطلاح غیر استاندارد و غیر ممکن رو از ناوگان از نیروی هوایی ایران میخوان گاهی اوقات که این خودش باز منجر به حوادث و سوانح هوایی میشه. و باشه که راجع به این قضیه ساعت ها میشه صحبت کرد. من بیشتر از این اوقات شریفتون رو نمیگیرم. در یک جمع‌بندی فکر میکنم که نکاتی رو که لازم بود گفتم، حالا در بحث‌های بعدی میتونیم مطالب رو باز کنیم و بیشتر راجعش صحبت کنیم. آقای معصومی، چرا اخبار این گونه سوانح به این شکل و به صورت امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی منتشر میشه و جزئیات اون هرگز درج پیدا نمیکنه؟ در مورد اینکه چرا مسائل سوانح رو اعلام نمیکنن یا به صورت ناقص اعلام میکنن، اخبار و اطلاعات دقیقی رو در اختیار مردم نمیگذارن، این یک روش معمولی هستش در به اصطلاح سیستم جمهوری اسلامی، در حکومت جمهوری اسلامی، در بخش اطلاعات و امنیت. در شکل نمیتونن خبر رو مدفون کنن، تا اونجایی که بتونن سعی میکنن سانسور کنن یا پخش نکنن. این یکی از دلایلش میتونه این باشه که نقاط ضعف خودشون رو نمیخوان نشون بدن، چون که با بروز این اخبار و این سوانح با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که دارن مبنی بر اینکه تحریم‌ها هیچ اثری در توانایی‌های اصطلاح ها نداره، خب وقتی که این اخبار همه جا پخش بشه خب متوجه میشن مردم که خب به دلیل تحریم هاست که قطعات داده نمیشه، هواپیماها فرسوده شده، قدرت خرید هواپیمای جدید نیستش، سیستم امریکایی هستش، نیروی هوایی ما بیشتر هواپیمای ما در نیروی هوایی امریکایی هستش. اینکه خب با این تحریم ها هیچ کس نمیتونه قطعات رو تهیه کنه، به سختی تهیه میشه و یک سری قطعات هم که در داخل ساخته میشه یا تعمیر میشه خب اینا از استاندارد برخوردار نیستن. اینی که خب اونا ترجیح میدن به نظر من کتمان کنن تا خودشون زیر سوال نرن. این تحلیل کوچکی بود که توضیح کوچکی بود که میتونستم بدم.
مطلب دیگری از سوال دیگری هست من در خدمتم. در ادامه بحث نوبت پیش میخواستم خواهش کنم نگاهی داشته باشیم به همین موضوع و مشکلات ارتشیان در داخل کشور. این محدودیت‌ها تا چه میزان به روی اونها تاثیر داره؟ ما میتونیم در رابطه با یک مسئله صحبت کنیم، اونم بحثی است در رابطه با نیازهای اقتصادی، مقایسه‌ای که تو جلسه قبلی هم در رابطه صحبت کردیم. مسئله حقوقی رو میتونیم مطرح کنیم که حقوق پرسنل سپاه با توجه به مزایایی که براشون در نظر گرفتن، همچون ماشین قسطی، آپارتمان‌های شیک و قسطی، زمین‌های قسطی، ویلاهای قسطی، با شرط بسیار عالی که بهشون تحویل داده میشه 4 یا 5 برابر پرسنل ارتش میتونن درآمد دارن، حقوق دارن و در شرایط بسیار خوبی هستن. حتی درآمدهای بالا، بیشتر صحبت ما درآمدهای بالا. این کمبود حقوق خودش یک منظر روحی برای پرسنل ارتش ایجاد میکنه. این بسیار مهم هستش. مطلب دیگه که در طول این 3 دهه گذشته فشارهایی که برای ارتش بوده هرگز در سپاه نبوده. همیشه به ارتش با دیده شک و تردید از طرف حکومت نگاه کردن. به هر حال باید مطلب دیگه را مطرح کرد، اونم اینه که به دلیل همین فشارهایی که از جانب حکومت بر روی ارتش هستش، خیلی از مسائل در داخل ارتش مخفی میشه، دفن میشه. کسی به دلیل همین نداشتن قدرت بیان، آزادی بیان در واقع، خب کسی که بخواد کوچکترین اعتراضی بکنه مورد شکنجه، مورد تهدید، تنبیه شدید قرار میگیره. اینی که خیلی از حقایق به بیرون دست پیدا نمیکنه، ولی ما که در داخل سیستم بودیم این تبعیض‌ها رو میدیدیم، فشارها رو حس میکردیم، خود ما هم این فشارها بود و هر شکل از داخل کشور گاهی اوقات پیام‌هایی میاد خارج میشه. به عنوان مثال از فرماندهان در داخل کشور به این موضوع اعتراض کردن که نامه‌ای رو برای تمام مردم خارج از سیستم فرستادن. من اشاره کوچکی به این نامه میکنم که از جانب به اصطلاح از طرف بازرسی سوانح نیروی هوایی بوده. یک نامه هستش که جالبه که مردم هم بدونن، برای این رو عیناً خواهم خوند. بسیار باعث تأسف است تجربه خلبانی بسیار سخت و گزاف برای ملت تمام می شود. هواپیما هرچند بسیار گرانبهاست، لکن در صورت موجودی بودجه سریع فراهم می شود. اما 10 تا 20 سال زمان لازم داریم که یک دانشجوی با استعداد خلبانی را به درجه سرهنگی برسانیم. خلبان ها باید بدانند که وجودشان متعلق به ملت است. هرچند هواپیماهای شکاری توانایی پرواز در ابر را دارند، لکن از آن فقط در ماموریت‌های جنگی باید استفاده کرد، زیرا برای پرواز در ابر ساخته نشدند و ماموریتشان فقط رهگیری هوایی است. البته یک توضیح اینجا لازم من بدم که چرا پرواز هواپیمای شکاری برای پرواز در ابر هم ساخته شدند، منتها هواپیماهایی که ما داریم به دلیلی که سیستم رادار هواپیمای ما آپدیت نیست و اکثرا از کار افتاده، خب مسلما برای پرواز در ابر مناسب نیستن. ادامه نامه رو میخونم. خلبانان شکاری ایران تجربه پرواز در ابر را با مقایسه با خلبانان حمل و نقل ندارند و به کرات دچار سانحه شدند. در نتیجه در صورت ابری بودن مسیر و مبدا در پروازهای غیر ضروری مثل این پرواز برای چک کردن منطقه‌ای بود که آقای رئیس جمهور آمده بودند، ولی به دستور و دلیل پافشاری سیستم حفاظت اطلاعات که در هر کاری دخالت می‌کنند و تحت سلطه بودن فرماندهانی که برای هر پایگاه انتخاب می‌کنند، متأسفانه این پرواز انجام شد. در چنین شرایط آب و هوایی فرمانده عملیات پایگاه نباید اجازه پرواز دهد و الا مسئول و پاسخگو میباشد. اکنون فرمانده پایگاه با صداقت باید به مردم بگوید که این 2 خلبان و 1 فروند F5 را برای چه مأموریت مهمی اجازه پرواز دادند. پس یک هست چنین نامه‌ای هستش خارج میشه، صدای مردم هست، صدای افسران ارتش هستش، افسران متعهد نیروی هوایی که وفادار هستن باورهاشون
خودشون رو مسئول میدونن در مقابل تمام سوانح. من به اینها احسن میگم، آفرین میگم که شجاع هستن و با تمام فشارهایی که وجود داره صدای اعتراض خودشون رو به گوش همه مردم میرسونن. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. امیدوارم بتونیم ادامه بحث رو در برنامه بعدی به صورت موشکافانه بررسی کنیم. ممنونم آقای معصومی از اینکه همراه ما بودید.